چیزی نمانده خاطرم از نان مادرم، چیزی به غیر تاول دستان مادرم. تنها اتاق خلوت رویای کودکی شاهانه بود، چادر ارزان مادرم. قایم که می شدیم کسی کارمان نداشت، در چادر گرفته به دندان مادرم. وقتی که از زمین و زمان خسته می شدیم سر می گذاشتیم به دامان مادرم. اقساط ماهیانه بابای کارگر کم بود در مقابل ایمان مادرم. غیر از دعا به حال من و خواهران من چیزی نبود